به نام خدا. سلام. در ادامه آموزش شال گردن مار که با هم دیگه آموزشش رو توی پست قبل دیدیم، امروز میخوام اتصال دو قسمت و مونتاژ کار رو با هم داشته باشیم. شما از قسمت دوم مار شروع میکنین به اتصال و دو قسمت رو روی هم میذارین و به سوزنهای ماشین منتقل میکنین. ببینید این لب رو میگیرین، لب پشتی رو هم میگیرین. در واقع ما میخوایم الان با ماشین کار دوخت رو انجام بدیم. برای اینکه بتونید دوبی درست بشه آموزش کامل باشه، یک تیکه رو براتون روی ماشین میذارم، عمل دوخت انجام میدم. شما کل سوزن‌ها رو از 200 سمت راست تا 200 سمت چپ به این صورت اونها رو ماشین بندازین، روی ماشین بندازین و دو تیکه رو هم متصل کنید. هر چقدر که شالگردنتون بلندتر باشه، شما به نوع بیشتری احتیاج دارید. 200 دونه سمت راست، 200 دونه سمت چپ، 400 دونه باشه، کم برای کل. حالا با قسمت رنگی که رسیدیم، دو تا قسمت رنگی ببینید مقابل هم باشن. ما می‌خوایم پشت مارمون هم این رنگی ها قشنگ مقابل هم باشن و درزمون خیلی تمیز انجام بشه. به خاطر همین میگه ما الان سرخابی‌ها رو من انداختم، نوبت زردا هست. ببینید زرد مطابقه با پشتش هم زرد میندازم. دقت داشته باشین که رنگ‌ها مقابل هم باشن. کل بدن مار رو ما این دولایه رو به هم میچسبونیم و روی سوزن‌های ماشین میندازیم. ماهک ها رو بخوابونین روی سوزن که دسته راحت براتون بافت بزنه و گیر نکنه. نخ رو تو نخبر بذارید. یک رج میبافم. هرچی کار رو از لبه کار بگیرین و دوتا لبه رو از لبه ابتدایی به هم دیگه متصل بکنین، این رجی که دارین روی بافتتون میبافین راحت تر بافت زده میشه. حالا کار رو کور میکنین. ببینید من برای آموزش یه تیکه کوچیکی رو که بتونم راحت فیلمشو بگیرم براتون یه تیکه رو انداختم. شما کل سوزن‌های ماشین رو یک دفعه دو طرف قسمت‌هایی که قراره به هم دیگه دوخت زده بشن روی ماشین بندازین که کار کور کردنتون هم یک دفعه کار انجام بشه و دوباره کاری نشه. اگر بلندتر بود از تعداد سوزن‌های ماشین، در دو مرحله بدنه رو به ماشین بندازین و درزه وسط بدن مار رو بدوزین. ببینید قسمت درز ما به همین تمیزی رنگ ها روبروی هم قرار میگیرن. من کل شالگردن رو به هم متصل میکنم و دوخت سر رو هم بهتون میگم باید چیکار کنیم. ببینید بدن ما رو به هم متصل کردیم. الان قسمت سر رو میخوایم به هم وصل کنیم. شما دونه های ابتدای کار که سراندازی کرده بودین رو 20 تا بود. 21 به ماشین میندازیم. ببین از کناره کارمون ما 20 تا دونه داشتیم. یکم از کناره کار میگیریم که بشه 21. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21. حالا درز بدن رو که الان وسط بوده روی سوزن 11 هم میندازیم. 2 4 6 8 10 11. حالا دونه ها رو به ترتیب روی سوزن ها میندازیم. از این کنار من 10 تا دونه به این سمت منتقل میکنم. ده تا دونه هم به این سمت. به این صورت. ماهک سوزن ها رو ببندین. یک رج روش بافت بزنین و کور کنین. ببینید به انتهای سوزن که رسیدین، الان سوزن آخری که دارم کور میکنم، نختون رو قطع نکنین. ادامه سر مار رو به ماشین بندازین و یک سره کور کنین. دیگه اینجا نختون رو قطع نکنین. کار رو بگیریم به این صورت و دو تیکه سر رو هم با ماشین به هم دیگه متصل کنین.
به این صورت یک رج میبافم و کور میکنم. ببینید اینجا باز هست، شما کل کار رو از اینجا برو میکنین، و وقتی برو کردین روی درس ها و لبه کاری بخار میزنین و از رو این لبه‌ای که باز هست رو میدوزین. ادامه کار من فقط این تیکه رو باز گذاشتم، کل بدن مار رو از این یه تیکه بیرون آوردم، کار رو برو کردم و یک بخار زدم. اینم از درز پشت کار من. قبل از اینکه من این قسمت رو بدوزم چشم ها رو نصب میکنم با نخ و سوزن و نخ قرقره. این مهره ها رو میدوزم. مهره ها باید به حالت زاویه دار یک کمی شیب دار قرار بدید کار رو و در قسمت ساده بافی بیسرجی که داشتیم به فاصله مساوی از کناره ها دو تا چشم رو قرار بدید و فاصله این دو چشم از هم دیگه به اندازه 5 تا دونه باشن. به این صورت دو تا چشم رو با هم میدوزیم. همه این مهره ها اگر که دقت داشته باشید ببین به حالت همین مربعش هم که هست دو تا سوراخ داره، یه سوراخ در این طرف و یه سوراخ هم در این طرف که شما با بست زدن این مهره ها رو کارتون محکم میکنید. ببینیم برای ریش مار ما از نخهای 10 سانت از رنگ قرمز رو 3 تا رشته جدا میکنیم و مثل ریشه شالگردن که نصب میکنیم به وسط در وسط دهان مار 3 تا شاخه رو با هم در میاریم و این نخها رو از درون این حلقه عبور میدیم و نخو میکشیم. اینم از ریش ماره. برای انتهای مار ما ابتدا انتهای کار رو ما میدوزیم. قشنگ این درز وسط بخوره و ما کار رو با نخ و سوزن همرنگ ابتدا انتهای مار رو به هم دیگه متصل میکنیم که دیگه نخهای اضافه رو هم داخل میکنیم. نخ اضافه رو هم توی کار میبریم به این صورت و میبریم. حالا از چند رشته نخ همرنگ دم مار استفاده میکنیم و کل این ردیف رو به صورت ریشه شالگردن تک تک این نخها رو قرار میدیم به این صورت. قلابو که بیرون بیارین وسط نخ رو به قلاب تکیه بدین، از درون این حفره بیرون بیارین، یه حلقه درست میشه. این ادامه نخ رو از درون این حلقه عبور بدین. انتهای ما رو هم من ریشه میزنم و در پایان تمام شده این کار رو نشونتون میدم. ببینید مار ما به اتمام رسید. این هم انتهای مار هست که ریشه رو مرتب کردیم و یک دست کردیم. قد شالگردن ما حدود 120 سانت شد. شما اگه میخواید که شالگردنتون بلندتر بشه خدمت ساده بافیش رو افزایش بدید که به تبع شما شالگردن بلندتری رو دارید. حالا من با نخ خورده نخهای آلیز دیوا این شالگردن طرح مار دخترونه رو بافتم که به تبع پهناش کمتر شده چون نخ ظریف‌تر بوده و از یک گل با یه مروارید همدک گوشه گردن استفاده کردم، کار رو دخترونه کردم. شما میتونید با استفاده از خورده نخهایی که دارین و با تنوع رنگی که توی بدنه مار قرار میدین شالگردن ها با رنگ‌آمیزی‌های متفاوت رو ایجاد کنید و منبع درآمد خوبی رو برای خودتون داشته باشین. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. ما رو سابسکرایب کنین، به دوستانتون معرفی کنین و در ادامه آموزش ها با ما همراه